نگاه چه میگیره. هوب هوب. ترکیه، چی در دبی، چی در خانه خدا، چی در مدینه، در همه جا گربه پیشک. دوستان از یک جای زور اومدم، همه هیکلا ها. انا گورش که پایین هیکلا رو تماشا کنید. این گربه حبی. چی باشه قرایی؟ شکلی. Kedi cenneti ya. Hepsini eve götürelim bunları. Pisakça oraya bir pis 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 pis. Pis 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 pis. O çuşanım hami cayi. Pis 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 pis. اینه بینه که جای برادر دیدین در مدینه. سلام علیکم دوستان عزیز. خواستم که همین گربه ها رو یه برنامه کنم فقط در دولت های اسلامی. قدر بسیار میبینیم چی در ترکیه، چی در دبی، چی در خانه خدا، چی در مدینه، در همه جا گربه پیشک. خیلی دیدین ختم باینه کم کمک مونده است. اما در همین استوریای ما اگر تماشا کنید من به حد بسیار میمونم همین حیوانات را به حد بسیار. اینو من خونم دیگه تا دارم میبینی میاو. یک شوخی کردم کورپایو. مقصدی گپ که چی خاصیت داره خیلی میدونم که پیغمبر خدا به حد دوست میداشت پیشک. نیکیم که ما فکر میکنم همه پیشک ما بسیار کنیم همه ما فیض و برکت مون بسیار میشه. برای که من کجای رفتم هم دولت های اسلامی دا کجای رفتم به حد بسیار دیدم من پیشک به حد. این با ما شما دا نشون دادن میگیرم اون نگاه کنید. اینا مسئله گربه دا گپ زده، مسئله پیشک دا اینا مسجدی مدام استولی میره میبینی رفته. بچه میگیره میره نگاه. بچه میگیره میره جوش دیدی؟ اینجا ما جو کردیم داره که ما اینجا جو کردیم این پیشک چکا رو بینی. ده ترسه بسیار رنگ خودش 5 تا تولد کرده. 5 تا تولد کرده. نه ببین. یادش بود دیگه نیومد بچه. اومد نگاه. نگاه میگیره بچه‌کاشو میره نگاه تو کدام خدا. دیدین گربه رو بچه‌ها. اینجا جو کردیم شما. نیه شبیه دو تا سیاهشو بود دو تا علاقش ما. این دو تا طرف تاش رفته باشه غلا. طرف پدرش بود. اومد. نگاه چه میگیره. هوب میگیره میره و دیدیم بچه. اوش فرد که تبید با برند نفتیدی. خیلی دوستان عزیز باقی سربلند خانواده باشین. من میدونم که در همین تاجیکستان هم چندین آدما در خونهشون مقصد گربه نگاه میکنن. این دیدین آخه گربه زنده باشه برادر.